بینر نجا ایرو لتواهی سوریه روجوا سرکه نم جارک سیاسیه نجوینک گرینگه و نجی خباتکی دیپلماسیه لبله ایرو روجوا سرکه لتواهی سوریه قضای ترافیک یا لسریا دیرزور و شامه ده کلوه داره ایرو قضای که پرگران چبو و هجمارك مزن قربانيان ددو خوشت دوه داره ده دو اتوبوس آنگو بولمان لسرویر دروی هفدو ده دقلبن ده انجام آویده لگور داقیانین فرمی 35 کسان جانا خوش دست دا و 30 کس جی بریندار بان برا دیرزور و شامه ده لنزی باجار حمسه دو اتوبیسین رویان لحف کتن وزارت تندرستی حکومت دمکی سوریه را گهاند که انجام و قضای ده 35 کس مرن و 30 جی بریندار بون بریندار جبو درمان کرنه هاتن و گوهستن و بگال نخوشخانه آنتین درمان کرن ریوبر دائره روشن آورته وزارت نجیب نعسان گود هجمار قربانی اوه لحطانها صدما قضای نهاتی اشکره کرن پارزگر حسکه نوردین احمد جی هفخمی و غمگینی خود در حق بویرا قضای ده به پار وکر نهیوی کر قربانی بدلوانی یزدان شاب بن نوردین احمد سرساقی جمالبات مریان را و شفای لزگینجی جبرینداران را خواست لتنش تاوه که پارزگاه حسکه جسازین حکومت پارزگاه و همجی سازین گشتی خواست که همو شاهی و دیمن شاهی و کیفه حتی دروجان بلا تنبن پارزگاه گوت به ویه که وی رزی لگیان قربانیان و هستن خزم و مالبات وان ورگرتن پشتی وان داقیانیان جی هاد زانین کوله پرسین دست بکریه چمکه حتی نها صدما سرکه یه وی قضای نهاتیه زانین